امشب ستورا موقع را دیسته میگه نیستم این کار میکنم. بعد میگه که با تنبورش میگه نوخته است. یعنی یک نموده که پسانیه که کتاب شدن که تنبور روی نوخته است حکم حرام شده گه. اصلا این کتاب مثال ما هم درس گرفتیم خونده هم ملا درس گرفته خوندگی هم رو در ابتدا همین کتاب وقتش درسی بود میخوندن. در اول میاره مثال که فرض میگه سنت هم میگه سنت هم مثال که واضح به نبی صلی الله علیه وسلم سنت چیزی است که پیامبر با این بردوام عمل کردگی است. بعد حکمش هم بیان میکنه. انا که در اینجا میاره مثال همینجا حکم حرامش میاره. هم طرف اگر تندیشه کنه میگه که اصلا صاحب کتاب علم نبوده است. علم میگه پنه میگه. و خاطری که سنت هم میگه قانونش قویدش همینجا میفهمونه. بعد کاری را که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کرد است انجام داده است در اینجا حکمش حرام میبره. حالا که بسم الله الرحمن الرحیم گفتم بلند ما نمیگیم یکی دیگه مذهب بوده بلند میگن قومین در دیگه مذهب بلند میگن حرام حکم کردنی ایو نشانه بیسوادی است. برای امین گفتن در صحیح بخاری اومده گه امین بلند گفته اگر مثلا مذهب شافعی حنبلی و بلند میگن موچی از مذهب شافعی مذهب حنبلی مذهب امام مالک ما با جان دل قبول داریم. همه چهار مذهب حق هستند راست هستند درست هستند. هر دلیل حجتی که هم میاره دلیل قرآن همش قرآن حدیث است. از هوا گپ نمیزنه. بعد همین گپا میگه بعضی همون کتابا امر حکم با معاش کردگی اصلا همون فقه کیدانی یا دیگراش تو دیدم مصنفشون معلومه. بعدا همین دوام سالها در زمان مثلا 70 سالی که حکومت شورایی بود مثال چخیل بوده که خودی دولت حکومت سیستم دولتداری بر مقابل دین بود. دین مثلا افیون میگفت دین مثلا که علمومون بردن نیست کردن نابود کردن. بعد همین خیلی اومده به همین چیزا مثال رفتن گرفت. از همون کتابو را دیدن مردم خیلی عمل کردن. انا امروز که کتابو مثال در همه حدیثای صحیح اومدگی مثال علی قاری مخصوص در مذهب ما با مثال که در اینجا کتابو نویسندگی برای کردنش برای درستیش دیگر که سخت‌ترین ضربه بر سر شیطان هم سنت دو نمود میشه. سنت فعلی اصل سنت قولی. سنت قولی نه مثلا تکبیر را گفتن سمی الله لمن حمیده گفتن سبحانك اللهم خوندن سبحان ربی العظیم گفتن سبحان ربی الاعلی گفتن. همین سنت قولی هم بدن وی. این سنت فعلیه که در همه حالت فقط چی است همین نفی اثبات است. نفی میکنه که نیست اله هیچ اله خدای وجود نداره. گواهی میدیم که نیست هیچ اله نیست خدایی مگر یک خدا. همون یگانگی خدا را اشاره میکنه هم به زبان و هم به اشاره هم سنت قولی هم سنت فعلی میشه. همین بابا مثلا که باید که مثلا زیارتی قبرستان کی زنها رفتن نرفتن شما. خب زیارت زنها به قبرستان رفتن البته شریعت ایره منع نکرده است. همون حدیثایی که مثلا برای منعش اومدگی بعضی هم را دلیل میکنن مثلا زوارات قبور گفته مثلا در حق زنها اومدگی حدیثای ابتدای اسلام بود. در ابتدای اسلام میرفتن در اونجا نوحگری میکردن ذبح میکردن همونجا گاو مول میکشتن گریه میکردن دود و فیغون میکردن. اینا را اسلام همش منع کرد. زیارت قبرستان از باب استحباب است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زیارت قبرستان کرد. زورو قبور حتی امر کرده که زیارت قبرستان ها کنین فانه تذکرکم برای آخرت به یاد شما میاره وقتی که زیارت قبرستان کردین. فقط به دو مقصد. یکم برای عبرت میبینیم ما را عبرت میگیریم که از ما بهتر بدن رفتن مثال زمین نگاه میکنیم هم قبرستان هم. یکم برای عبرت دیم دعا در حق میت. اما طلب کردن از اونها را همه مذاهب همه اسلام منع میکنن. مثلا از او امداد کردن طلب کردن حرام است. طواف کردن گیر قبرستان هم حرام است. همین را بفهمید که حکمش حرام است. طواف گشتن فقط و فقط دین ببین اسلام خانه کعبه را رخصت داده گه. تمام غیر خانه کعبه دیگه هیچ کجا رو طواف کردن درست نیست. دیگر طلب کردن فقط و فقط مسلمان از خدا طلب میکنن.
صاحب قدرت، صاحب توانایی، صاحب ملک، صاحب مثلا رزق روزی، همه فقط الله است. فقط الله عزوجل خودش میگه ادعونی استجیب لکم. فقط و فقط مرا خونید، میگه مرا فقط خونید اجابت میکنم شما. نگفته است که قطیما مزارو را بخونید، قطیما مردو را بخونید، قطیما مثلا که فلان 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 چیزا را. حتی در فتوای هندی، فتوای عالمگیری میگه که همین به حقی گفتن همین خودش مکروه، به حق عرش، به حق کرسی و به حق پیغمبرها و به حق شهیدا و به حق چی حق دارن یا به بالای خدا؟ آیا ایو در بالای خدا یکون حق دارد؟ همین گپ خودش اصلا به معنیه. در خود یعنی فتوای هدیه، فتوای عالمگیری که از مذهب ما شما میگن تری به حقی گفتن مکروه، درست نیست. فقط خدا را بخونین اجابت میکنه شما. خب زیارت قبرستان برای زنها بودن که در ابتدا معبد، اما برای زنها رخصت. برای چی رخصته؟ حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمون وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن، وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پدرش صدیق اکبر پدر عایشه مادرمون بود، وقتی که از دنیا گذشتن حضرت عایشه مادرمون میرفت زیارت میکرد، هم زیارت قبر پدر هم زیارت قبر شوهر، همه جایی که نهوجی رفتن دیدن. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، عمری که مثلا که فر من ظله شیطان، از سایه حضرت عمر شیطان میگیره خالی خودش اوسا. این حضرت از دنیا که گذشت، حضرت عایشه مادرمون التماس کرد، التجا کرد که در بری حضرت ابوبکر صدیق قبرش همجا جوش بتن. حتی در روایت ها اومده است که گفتن به چی خاطر وقتی که روان کرد در حالت که شهیدش کردن و حضرت عایشه مادرمون بچه‌ش روان کرده، گو برا بگو که عمر میگه که خواهش دارم در پایان پای پدرش مرا جا بتن. این جایی که رسول اکرم الگور کردگی حضرت ابوبکر خانه عایشه مادرمون بود. وقتی که رسول اکرم از دنیا گذشت در حدیث گفتن که هر کجا که پیغمبر از دنیا گذشت همونجا باید دفنش کنن. خانه عایشه صدیقه مادرمون بود میجا. پیغمبر دفن کردن، بعدن حضرت ابوبکر یه جای دیگه به خودش مونده بود. با خود بریم بگین که عمر، نگین که امیرالمؤمنین، وظیفه و منصب نگین، خلیفه اسلام نگین. رفتن گفتن حضرت عایشه مادرمون روزی شد، رخصت داد. با گفت که بعد از جانم برآمدن گفت با یک بار دیگه بپرسین که حاضر از منصب و از مثلا خلافت مثلا یکی در دلش چیزی نرفته باشه. بعدا با پرسیدن حضرت عایشه مادرمون روزی شد. وقتی که حضرت عمر در جیب گور کردن، میگه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چی گفت؟ به خاطر که فرد روز قیامت در روز محشر که همه محشور که میشوند، در حالت من از گور سر مبرورم که خاک پای رسول اکرم و ابوبکر صدیق از سر روم پاک کنم. این شکستگی را ببین، خاکساری را ببین که من گرد خاک پای اونها را از سر روم پاک کنم. همین التجا و خواهش نمی بود. وقتی که دفن کردن حضرت عایشه مادرمون، تو زمانی که پدرش، تو زمانی که رسول اکرم هر روز تنها بودن میرفت زیارت میکرد میومد. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را دفن کردن دیگه حجاب قطعی میپشون بعد میرفت. برای چی؟ در روز شخص سیام بیگانه های. حکم برادرها حضرت عایشه مادرمون ببین که زنده آدم زنده مرد او طرف بیسته از مردی که در درون قبر جانش برآمدگی از همو حیا میکرده، حجابش در سرش میکشه. زیارت میره حضرت عایشه مادرمون. حضرت عایشه مادرمون از 6 فقیه بزرگی که در صحابه بودن، از همین 6 فقیه بزرگ یکتاش عایشه مادرمون بود. فقیه بود، همه مسئله را مردم از اون میپرسیدن، خودش زیارت میره. زمانی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلام اینو که گذاشتن، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دختری رسول الله صلی الله علیه و سلام، اینم زیارت قبر پدر میرفت قبر پدرش، قبر پیامبر صلی الله علیه و سلام دعا و درود میکرد، گشته می اومد. یعنی برای زنها پیشتر داملوهامون خدا رحمت و مغفرتشون کنه، علمای بزرگ بودن، تقوای خوب داشتن، علمی خوب داشتن و خیلی شخصیت ها بودن. خدمت همون علمای پیشینه‌ای که امروز ما و شما مسلمانیم حضرت ها معلوم میکردن.
میفتن که از او قبرستان رفتن در 4 کلچکه در 4 همسایت بوده این همی ثواب بر ارواح کجا میره دیگه یا میگه در کدمو در حقشون کجا میره دیگه همه بزرگان میفهمیدن که اگر به شرط کمی تا عمر رخصت میدادن دیگه همه میرفت دیگه زنان دیگه میرفتن زیارت به شرط میروه که سطر حجابش پوشیده باشه به شرط میروه که گریه و فیغان در نزد قبر نکنه بعد ببینه قبر پدرش شوهرش و فرزندش دیگه دو جار بگه و خودش در زمین میشپه ببین گریه و فیغان نکنه نوحگری نکنه سطر حجابش به جا بیاره محرمش قطیش باشه در حال براوه که در قبرستان نباشه مردم مثلا مردم بیگناه و دیگر نباشه همه حالت ها در میروه در حقش دعا کنه و مثلا طلب استغفار کنه و بگرده بیه میشه لیکن اگر نروه با بهتر در حقش نماز بخونه قرآن بخونه یگون چیز بکنه صدقه کنه در فقیر مسکین ثوابی زیادتره نرفتنش بهتره برای چی؟ تربیه دختر فرزند دختر بچه شرطه دخترش تمام پختن نمیتونه درزمول کردن نمیتونه و بلاغت رسید یک ای تلفن بازی و اینترنت بازی اینترنت لعنتی همه راه بیره کرده بوره دیگه میلش اهل اسلام استفاده میکنه اهل اسلام کتابا رو میبینه فتوا رو میبینه لیکن آدم بیره فقط بیرگی میبینه چیکار میکنه دیگه نه تمام پخته میتونه نه درز دوب دوخته میتونه نه مهمان گذرونده میتونه نه دیگه توفیق هدایت داره اکثر ایجاد میبینی همه دردش ره در رفته است ماشین با بالش اومده همین تا نگاه کرده رفته است هم قبان شدگی رابط شدگی دیگه انا از اون جد از اون قبرستان رفتن ده همین زنها مادرامون دخترش تربیت کنن بچهش تربیت کنن حرکت کنه که نوسکش سیگاریت کش بانکش گیرین کش نشه حرکت کنه که دخترش چی است با شرم با حیا باشه با سواد باشه با معرفت باشه حرکت کنه که خدمت شوهرش کنه یک پای شوهرش بجی قو یک پیاله چای کبوت در پیش کنه در پیش تا به چهره که شد شوهر وقش خش کنه این میلیون مزور زیاد رفتن ده ثوابی زیادتر برای چی بعد حق الله تعالی حق شوهر برای زن اگر مرد ایما امرأتین پیامبر میگه موتت و زوجها عنها راض دخلت جنه کدام زنی که عمرش تمام میشه میمره در حالی که بعد از مردن شوهرش از او راضیه شوهرش از او خشنوده داخل جنه پیامبر میگه داخل جنت میشه یعنی بهترش از رفتن وجوده همون خونه ده دعا و درود شکنه خیر صدقات شکنه دختر بچهش تعلیم تربیت کنه خدمت شوهرش بکنه این البته که از زمین تا آسمان فرق داره ثواب و اجر داره برای ما و شما دانه رو منظم نمیرم همخی حالتون بشد که ما میگویم که مورمیم دانستان لازم که ممکن بله بله دیگه دملوی که پیشتر بودن 120 کیلومتر میگفتن 120 کیلومتر حضرت اکرم دملو محمدی قمسنگیری مفتی همی زمان بود مفتی همی تاجیکستان بود خدا رحمتش کنه خیلی علمی بزرگ بودن خیلی خدمتای زیاد کردن در دین حضرت 120 میگفت شمیتر بعد با بعضی مثلا که همی 3 قوله بعضی تو 80 مثلا 8 چند متر 89 بگیم کیلومتر و حضرت 120 میگو بعضی با 90 بالاتر میگن همه طرز خواندنش طرز خواندنش همون فقط فرض پیشین فرض عصر فرض خفتن همین 4 رکعت رو 2 تا میخونی تمام